علت اصلی عصبی بودن یک مرد والدین پرخاشگر هستند و خصوصا پدر پرخاشگر. منتها مردها از اونجایی که ریشهشون بنیانشون به پدرشونه، از پدر خودشون همیشه یه تصویر آرمانی و بتونه میسازن. میگن که ما عاشق پدرمون هستیم، ما عاشق پدرمون بودیم، پدرم خیلی منو دوست داشت. اگرم منو تنبیه میکرد، میخواست من رشد کنم، میخواست من آدم خوبی بشم، میخواست من موفق بشم. و کم کم فراموش میکنیم که پدر چه جاهایی به صورت افراطی ما رو تنبیه کرده، ما رو تحقیر کرده. منتها توی ناخودآگاه هیچ چیزی گم نمیشه. فراموش ما نکردیم، اونو فرستادیم تو ناخودآگاه، سرکوب کردیم، جای دیگه میزنه بیرون. کجا؟ تو عصبی بودن خودمون. یعنی در واقع عصبی بودن پدر هستش که به ما منتقل شده، ولی ما فراموشش میکنیم. ما نیاز داریم که دردهامون رو به دیگران بگیم. منتها مردها چون نمیخوان پدرشون تحقیر بشه توی ذهن خودشون و دیگران، چون نمیخوان دیگران بفهمن که اینا وقتی بچه بودن خیلی کتک خوردن، نمیان این دردشون رو بگن. چجوری بروزش میدن؟ با عصبی بودن خودشون، با پرخاشگر شدن خودشون. پس اگر مرد پرخاشگری هست